سلام. امروز میخوایم یه نگاه متفاوت به تئوری خطاها بندازیم. فکر نکنیم با یه مبحث خشک علمی طرفیم، نه. میخوایم بهش مثل یه معمای هیجان انگیز نگاه کنیم که قراره با هم حلش کنیم. خب بذاریم با یه سوال خیلی مهم شروع کنیم. سوالی که در واقع اصل معمای امروزمونه. تا حالا به این فکر کردین که چرا هیچ وقت نمیشه یه چیزی رو 2 بار اندازه گرفت و دقیقاً به یه جواب رسید؟ چرا همیشه یه ذره فرق میکنه؟ میدونین بهتر اینطوری بهش نگاه کنیم. هر اندازه‌گیری انگار یه داستان کوچولو برای خودش داره. اون خطایی که میبینیم فقط یه عدد بی‌معنی نیست. اون در واقع یه سنخه از اتفاقاتی که اون لحظه افتاده. انگار هر اندازه‌گیری داره یه قصه‌ای رو تعریف میکنه. خیلی خوب، پس معمای اصلی ما اینه. وقتی این همه نتیجه مختلف داریم، چطوری میتونیم بفهمیم مقدار واقعی چیه؟ این دقیقاً همون سوالیه که کل تئوری خطاها سعی داره بهش جواب بده. برای حل این معما، اول باید با 3 مظنون اصلی آشنا بشیم. بله، درست شنیدین، 3 مظنون داریم. این 3 نوع خطا مقصرهای اصلی این همه تفاوت توی اندازه‌گیری هامون هستن. بیایم بریم سراغشون و یکی یکی بازجوییشون کنیم. بسیار خوب. کاراگاه بازی رو با اولین مظنون شروع می‌کنیم. این یکی راستش مقصر خیلی تابلوییه. گرفتنش کار سختی نیست. ببینین، خطای فاحش، خب اسمش روشه دیگه. یه اشتباه خیلی بزرگ و واضحه. معمولاً هم تقصیر خودمونه، یعنی خطای انسانیه و فقط یه بار اتفاق میفته، ولی همون یه بار کافیه تا کل اون اندازه‌گیری رو بی‌اعتبار کنه. مثلا چی؟ خب فرض کنین به جای 15 سانتی متر اشتباهی بنویسین 51. یا مثلا عدد 6 رو 9 ببینین. اینا همون اشتباههای ساده‌ای هستن که راحت پیش میاد. خبر خوب اینه که این خطاها انقدر پرت و تابلو هستن که سریع پیداشون میکنیم. خب حکمشون چیه؟ خیلی ساده است. پیداشون میکنیم و از کل داده هامون حذفشون میکنیم. تمام. خب مظنون اول که راحت بود، ولی حالا میرسیم به مظنون دوم. این یکی خیلی زرنگ‌تره. مثل یه توطئه پنهان عمل میکنه که یواشکی و به طور مداوم همه نتایج ما رو خراب میکنه. این خطای سیستماتیکه. ببینین، برخلاف اون خطای فاحش که یه دفعه‌ای بود، این یکی اصلاً تصادفی نیست. خیلی هم ثبات داره. یعنی همیشه و به طور مداوم تمام اندازه‌گیری‌های ما رو به یه سمت خاص هل میده. مثلا یا همیشه همه رو بیشتر نشون میده یا همیشه کمتر. یه جور سوگیری یا بایاس ایجاد میکنه. نکته خیلی مهم در مورد این خطاها اینه که بی‌قانون و شانسی نیستن. یه الگوی مشخص دارن، از یه قانون فیزیکی پیروی میکنن. برای همینم هست که روی همه اندازه‌گیری‌ها یه جور تأثیر میذارن. و این یعنی چی؟ یعنی اگه اون الگو یا قانون رو کشف کنیم، میتونیم اصلاحشون کنیم. یه مثال کلاسیک و عالی براش اینه. فکر کنین یه متر فلزی دارین که یکم کش اومده و بلندتر شده. خب، حالا هر چی رو با این متر اندازه بگیرین چی میشه؟ درسته، همیشه یه مقدار کمتر از اندازه واقعی ثبت میشه. این یه سوگیری ثابت و قابل پیش بینیه. این دقیقاً روح خطای سیستماتیکه. و اما میرسیم به مظنون سوم و به نظر من جالب ترینشون، نویز. این یکی دیگه فرار کردنی نیست. یه جورایی جزئی از خود بازیه. یه چیز اجتناب ناپذیر توی هر اندازه‌گیری. فرض کنین تمام اون اشتباههای بزرگ رو پیدا و حذف کردیم. خطاهای سیستماتیک رو هم اصلاح کردیم. چی باقی میمونه؟ یه سری نوسانات کوچیک و غیرقابل پیش‌بینی. اینا همون خطاهای اتفاقی یا تصادفی هستن. دیگه نمیتونیم از بین ببریمشون. خب، اینجا دیگه داستان عوض میشه. اگه نمیتونیم این نویز رو حذف کنیم، پس باید چیکار کنیم؟ چطوره میتونیم از دل این همه داده پر از نویز اون حقیقت پنهان رو بکشیم بیرون؟ اینجاست که معما جدی‌تر میشه. خب، اولین سرنخی که داریم میانگین یا همون اوریج. خیلی ساده است. میایم میانگین همه اندازه‌گیریامون رو حساب میکنیم. این عدد بهترین و اولین حدس ما از مقدار واقعیه. نقطه شروع ما اینجاست. ولی خب، میانگین به تنهایی کافی نیست. باید بدونیم این اندازه‌گیری هامون چقدر دور و بر این میانگین پخش و پلا شدن. اینجاست که سرنخ دوم ما وارد عمل میشه. انحراف استاندارد.
این عدد به ما میگه داده هامون چقدر مبهم یا پراکندن. هرچی کمتر باشه یعنی نتایجمون به هم نزدیکتر و دقیق‌ترن. اینجا یه فرق خیلی مهم بین 2 تا کلمه وجود داره: صحت و دقت. ببینین، دقت یعنی اینکه چقدر تیرهای شما نزدیک به هم به هدف میخورن، حتی اگه همشون یه گوشه جمع شده باشن. اما صحت یعنی اینکه چقدر به مرکز هدف نزدیک هستین. شما میتونین خیلی دقیق باشین ولی صحیح نباشین. حالت ایدئال اینه که هم دقیق باشیم و هم صحیح. و اما میرسیم به یه نکته فوق‌العاده جالب. شاید فکر کنین این خطاهای اتفاقی کاملاً بی‌نظم و هرج و مرجن، ولی نیستن. یه نظم پنهان و زیبا دارن. وقتی به تعداد کافی اندازه‌گیری انجام بدیم، این خطاها یه الگوی قابل پیشبینی رو تشکیل میدن که بهش میگن منحنی زنگوله‌ای. این کلید حل معمای ماست. خیلی خوب، ما همه سرنخ‌ها رو جمع کردیم. وقتشه که حکم نهایی رو صادر کنیم و ببینیم بالاخره راه حل این معمای اندازه‌گیری چیه. پس برگردیم به سوال اصلی. با این همه دردسر، بالاخره اون قطعه چوب ما اندازش چقدره؟ جواب نهایی چیه؟ و جواب شاید یکم غافلگیرتون کنه. جواب اینه که ما هرگز نمیتونیم مقدار واقعی رو به صورت یه عدد تک و بی‌نقص پیدا کنیم. بله، این خودش بخشی از جوابه. پس راه حل چیه؟ راه حل واقعی اینه که به جای یه عدد یه بازه اطمینان بدیم. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگیم اندازه دقیقاً اینه، میگیم ما خیلی مطمئنیم که مقدار واقعی یه جایی توی این محدوده قرار داره. این بهترین و صادقانه ترین حدس ماست، ولی با مرزهای مشخص. مثلا خیلی وقتا از بازه اطمینان 95% استفاده میکنن. این یعنی چی؟ یعنی ما میایم میگیم که 95% مطمئنیم که مقدار واقعی توی این محدوده‌ای که حساب کردیم هست. مثلا میگیم 15 سانتی متر به علاوه منهای 0.1 سانتیمتر. این جواب نهایی و علمی ماست. پس دفعه بعدی که یه آمار یا یه نتیجه اندازه‌گیری رو جایی دیدین، آیا به این فکر می‌کنین که چه داستانی از خطاها پشت اون عدد تنها قایم شده؟ اینطوری نگاه کردن به اعداد همه چیز رو عوض می‌کنه.